حسنی حسن چته؟ حسن گوشت با منه؟ گوشم با تو، حواسم جای دیگه است. بگو. ببین چهارشنبه سوری پایه ای؟ چی؟ چهارشنبه سوری؟ شیطونه همچی میگه بزنم فیستو مارمالات کنم ها. چهارشنبه سوری بی چهارشنبه سوری. بابا عجب آخونده تافتونی هستی تو. من خراب بگو که میخواستم به تو برای بچه جامعه زر یه حالی بدم. بابا دست حسینتون رو بگیر بیارش کاخ، اونجا یه سوروساتی میشینیم، 2 سناتوری هم میچسبونیم بیخ وافور سیدعلی. بده؟ تا اینجاش خوبه، اما از اینجا به بعدش سیته. چرا؟ از اینجا به بعدش هم با من. جان حسن شب عیدی اوقات ملوکانه ناصر رو تلخ نکن. آخه من به تو چی بگم کلنگ؟ بابا دوران عوض شده، الان ما شدیم مرغ عذاب و عروسی، ملت منتظر فرصتن. چهارشنبه سوری هم که دیگه نگو، آتیش باشه، خیابونم باشه، دیگه هیچی دیگه. توپ تانک فشفشه، خامنه باید کشته شه. نه بابا و درد با اون سیبیل قیقاجت. ببین میدونی چیه؟ خب بزنید، بگیرید، ببندید، فلک کنید. نظمیه مگه ندارید؟ بزنید داغون کنید دیگه. بعد دست جمعی بیاید با هم بریم کاخ صفا سیتی. سیدعلی هم مثل تو کله خره، میگه بی کله بزنیم. اما من و کوسه تو کار آزادی آکادمیکی. ببین من و کوسه میگیم اگه صفر بگیریم قضیه میترکه. قضیه؟ کدوم قضیه؟ قضیه دیگه بابا، منظورم کل قضیه است. یعنی ملت چپقمون رو چاق میکنن. واسه همین باید اعتدال و مالید و کشک و سابید و ریش و تابید و بعدش هم گرفت خوابید. حسن تو این که مغز آخوندا رو با پهم پر کردن شک نداشتم، اما نه دیگه تا این حد. منظورت چیه؟ خب آخه طالبی اگه شل بیایی که بدتره، که اون وقت قضیه از بالا تا پایین جر میخوره. کدوم قضیه؟ قضیه دیگه سلطنت مطلقه رو میگم دیگه. بابا ناسلامتی ما سلطان صاحب قرانی ما 50 سال تجربه که دوغ نیست که بابا. ناصر چیه؟ چای نخورده پسر خاله شدی؟ بابا ناسلامتی شاه مملکتی ما. برو بابا لوس نکن خودتو، یه شاه بیشتر نیست، اونم اکبر شاهه. ببین خب تو میگی چه خاکی تو سرمون کنیم؟ جان تو چهارشنبه سوری میشه میان سیبیلمون رو دود میدن ها. ببین قضیه شما بیخدارتر از این حرفاست. از اولش هم میدونستم پایه نیستی. برو با همون اکبر شاهت یه خاکی به سرت بکن. منم با حاج میرزا آقاسی خودمون میرم ترقه بازی. چی؟ ترقه بازی؟ فتنه پروری؟ حکم دستگیری جفتتون رو صادر میکنم، 13 روز عیدم میفرستمتون اوین آبخونک بخورید. بارا بینیم آب دزدک. این بوده اعتدالت؟ مال این حرفا نیستی. اگه خیلی جیگر داشتی زهر رو تا تهش به سیدل میخوروندی. چی؟ به امام فوش میدی؟ بگیر که اومد.